What's going on guys؟ چطور بچه‌ها؟ خوش اومد به یه ویدیو دیگه از چنل MBMVS. اکتیویژن یکی دو روز پیش خبر داد که میخوام سیتی رایگان بدم به پلیرام. قبلا هم این کارو میکردم ولی خب باید میرفتی لیدر بورد و تورنمنت و یه سری این داستانا رو داشت. تورنمنت رو دیگه هر کسی دیگه واقعا نمیتونه. من خودم هم نتونستم تورنمنت سیتی رایگان دریافت کنم. من نوبستگم، بچه‌ها گفتم باید بریم مولتی پلیر و بعد اینو آپلود کنیم داخل کانال یوتیوبت. یه شرطی هم باختم من، به خاطر همون مجبور شدم اینو بزنم. شرمنده نه، گیم پلی ضعیفه. خب سی پی رایگان چجوریه داستانش؟ تا جایی که من میدونم قرار شده که اکتیویژن به تعداد گردونهایی که میزنید، مثلا سری اول یه چند تا کوین، سری دوم حالا بیشتر، اینجوری بهمون سی پی بده. سی پی هم جوری دیگه، مثلا یه کوینی دریافت کنیم، بعد با اون کوینی میتونید یه مقدار، حالا یه مقدار مشخص شده ای سی پی دریافت کنیم. این سی پی بیشتر به درد گردونه ها میخوره به نظر من، چون گردونه میزنی خودت و کاملا هم رایگان نیستی. اون گردونه باید زده بشه، گردونه پول میخواد، سی پی میخواد، کاملا رایگان نیست. ولی خب رایگانه، منطقی نیست ولی منطقیه. همین دیگه. بچه ها این داستان میکروفون، من میکروفونم یعنی رفت بودم شهرستان با هندزفری رکورد میکردم وایسه. خب بعد اومدم تهران، همون روزهای اول اتاق اینا رو مرتب کردم و اینو اومدم ویدیو بگیرم. یکی اومد خونمون، در بستم در اتاقو، دیگه نتونستم بازش کنم، هر کار میکردم باز نمیشد. این مغزی چاله مشکل باشیش اومده بود، درست شد. یعنی در رو شیکوندیم، یه تیکه رو با تبر زدیم. تبرم من خیلی بد تبرم، من تبر بدیم تبر زدیم در رو. یه سری ها میگن که تو که بتل پلیری چرا مولتی پلیر نیستی؟ خب همه یوتیوبر هم بتل پلیرن هم مولتی پلیر، جفتشون هم خدا. من آخرین باری که قبل از این دست مولتی بازی کردم فکر کنم دیماه بود. آره دیماه بود، یعنی موقع تازه اینترنت ها خوب شده بود، بتل نمیتونستیم بریم، فقط مولتی میتونستیم بازی کنیم. آره دیماه بود. بچه ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که همه حمایت بکنید. لینک کانال تلگرام هم میذارم داخل بیو، حتما اونجا هم جوین شید. به کانال استور هم گذاشتیم، فروشگاه هم زدیم برای اکانتاتون، میتونید بیاین ثبت آگهی کنین. واسه اونم ویدیو میگیرم احتمالاً. کلنمون هم داره عضوگیری میکنم، فعلا فکر کنم 38 عضو داریم عضوگیری میکنیم. لولش 8 تازه زدیم کلنو. خواستین اونم تو کامنت بنویسید، من اوکی کنم براتون، یا تو تلگرام بهم بدید، یا ایدی تلگرام میذارم داخل کامنت ها. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این گیم پلی هم بچهای کلن گفتن بریم، بعد اومدن خودشون لفت دادن، من موندم و 5 نفر دیگه که من اصلا مولتی بازی نمی‌کنم. حالا خدا شکر که این دست یارای من یکم اوکی بودن، تونستیم بزنیم این دستو، ولی دسته بعد دو دستی بازی کردیم باختیم. این یارو رو عوض کردیم به اینا باختیم. خیلی وقت بود مولتی بازی می‌کردم اصلا یه وضع بدی بود من مولتی. من دارید میبینید دیگه تو ویدیو، یعنی هیچ یوتیوبری تا حالا فکر نمی‌کنم اینجوری مولتی بازی کرده باشه. اصلا این خرابه، میبینی آسمون رو میزنم خیلی بد. حالا بعضی موقع کم میآوردم نایفشون میکردم. اما این بعد هر روز یا یه روز در میون، حتی اقل یه روز، هر روز ویدیو داریم. چی گفتم خودم گفتی کردم، هر روز ویدیو داریم. بتونم هم اگه نشم حالا یه روز زمین یه سری کار پیش میاد دیگه. لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره. عشق منید. پیس.